توجیکستان به ترکیه 10 تن کمک بشردوستانه میفرستد. رکتور دانشگاه طبی ختلان سبب هجرت طبیبان را افشا کرد. سال گذشته شهروندان تاجیکستان بیش از 1,600,000 بار به روسیه سفر کرده اند. افشای 4,800 کمبودی در بخش ساختمان تاجیکستان. مقامات تاجیکستان برای ارسال 10 تن کمک بشردوستانه به ترکیه آمادگی می‌بینند. در این باره امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان در یک پیام ویدیویی خود خبر داده به تمام شهروندان تاجیکستان اظهار منتداری کرد. Сегодня утром меня принял министр иностранных дел Республики Таджикистан господин Сироджиддин Мухридин. Таджикистан принял решение направить в Турцию поисково-спасательную группу в составе около 50 человек. Кроме того, сообщили, что отправят в Турцию 10 тонн гуманитарной помощи. Мы выражаем благодарность всем таджикистанцам, народу и правительству Таджикистана. Мы запомним и запишем в наших сердцах эту помощь. Искренне надеемся, что ни Турция, ни Таджикистан больше никогда не будут свидетелями подобных стихийных бедствий. Но тем не менее, хотим отметить, что если Таджикистан почувствует нужду, Турция всегда будет рядом с таджикским народом. Большое количество наших таджикских братьев приходят в посольство, чтобы передать гуманитарную помощь, оказывают также материальную помощь. Это очень важно для нас. Мы выражаем свою благодарность нашим друзьям и братьям из Таджикистана. И я передаю через вас всем таджикистанцам наилучшие пожелания и уверения в моем уважении. Дай Бог, встретимся в хорошие дни. قابل ذکر است که شام 8 فوریه 50 نفر نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان به ترکیه رفتند. سردار ریاست کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان در ولایت ختلان گفت کارمندان کمیته تا انجام رفع عاقبت‌های زمین لرزه شدید در قلمرو ترکیه خواهند ماند. تعداد قربانیان زمین لرزه در ترکیه به 8574 نفر رسید و 49133 نفر مجروح شدند. بر اثر حادثه اضطراری 6444 بنا فرو ریخت. یادآور می‌شویم که صبح 6 فوریه یک فاجعه مدهش در ترکیه رخ داد. زمین لرزه شدتش 7.7 درجه که در جنوب شرقی ترکیه رخ داد چند شهر را خراب کرد. بعد از نصف روزی همان روز باز یک زمین لرزه 7.6 درجه رخ داد. به گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این زمین لرزه از سال 1939 اینجانب خرابی آورترین حادثه در این کشور بوده است. عبیدالله قربان رکتور دانشگاه دولتی طبی ختلان سبب نارسایی طبیبان در منطقه های تاجیکستان را افشا کرد. او امروز 8 فوریه در نشستی خبری گفت به روسیه برای کار رفتن متخصصان ورزیده ساحه طب کشور سبب شده است بیمارخانه های کشور به کمبودی شدیدی طبیبان مواجه شوند. رکتور دانشگاه دولتی طبی ختلان به سؤال روزنامه‌نگاران درباره سبب نارسایی 500 طبیب در منطقه کولاب گفت هر سال دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان، دانشگاه دولتی طبی ختلان و دیگر دانشگاه طبی خارجی را متخصصان زیاد ختم می‌کنند، ولی سبب نارسایی طبیبان ترک وطن کرده به روسیه برای کار رفتن اکثر طبیبان پرتجربه میباشد. مقامات کشور نه کمتر از 10 سال است که از هجرت گسترده طبیبان به خارج بانگ خطر میزنند، اما کار در این راستا انجام نمیدهند. سبب هجرت طبیبان را کارشناسان معاش بسیار کم و شرایط بدهکاری عنوان می کنند. در همین حال عبیدالله قربان مطمئن است روزی می رسد که این طبیبان باز به وطن برمیگردند و به کار خود ادامه می دهند. قبلا وزیر تندرستی کشور نیز یکی از سبب‌های نارسایی طبیبان در کشور را مهاجرت آنها گفته بود. به گفته وزیر تنها در 6 ماه سال 2022 در عموم 674 طبیب و 1350 همشیره شفقت تاجیکستان را ترک کرده به مهاجرت کاری رفتند. او سبب ترک وطن کردن طبیبان و همشیره های طبی را پیشنهاد شدن برنامه های مخصوص و امتیازها از جانب کشورهای دیگر مخصوصاً روسیه معنی داد کرد، اما نگفت تاجیکستان برای پیشگیری از هجرت سراسری چی برنامه دارد.
سال گذشته شهروندان تاجیکستان 1,600,000 بار به روسیه سفر کرده اند. در این باره اسوسیاسیون شرکت‌های سیاحی روسیه با استناد به معلومات خدمات مرزبانی روسیه خبر می‌دهد. بنا به معلومات این نهاد، تعداد عمومی خارجیانی که با همه گونه مقصد نه تنها سیاحی بلکه کار و تحصیل در هیئت‌ها و غیره در سال 2022 به روسیه وارد شده اند. در مقایسه با سالهای پاندمی 2020 9.7 میلیون نفر و سال 2021 12.1 میلیون نفر افزوده است. از روی نتیجه های سال گذشته خارجیان 13,100,000 مراتبه با مقصدهای گوناگون به روسیه سفر کردند که نسبت به سال پیش از پاندمی سال 2019 قریب 20 میلیون نفر یا خود 2.5 برابر کمتر است. مورد به ذکر است که ورود سیاحان از روسیه به تاجیکستان نیز در سال گذشته زیاده از 2 برابر افزوده است. سیاحان روسیه از رکورد 5 ساله خود گذشته نسبت به سالهای پیشین به حساب میانه 212% بیشتر به تاجیکستان سفرها انجام داده اند. کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان اعلان کرد که در ساختمان بناها نزدیک 4800 کمبودی آشکار شده، صاحبان آن بیش از حدود 1 میلیون سومانی جریمه شدند. به گفته رئیس این کمیته نظام میرزازاده، عین حال در حدود جمهوری 886 ساختمان انشاءات ها جریان دارد. همزمان مسئولین کمیته ساختمان و معماری در این نشست مطبوعاتی گفتند که در سال 2022 به مساحت عمومی 1.7 میلیون متر مربع خانه های استقامتی به استفاده داده شده است که نسبت به سال 2021 19% زیاد بوده است. یادآور می‌شویم که طبق اطلاع کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان در دوام سال گذشته در حدود کشور 1,750,000 متر مربع بنای استقامتی به استفاده داده شد.